خب از این درس سر کرده نصیب باشد ما درباره اکسس درسایمون رو آغاز میکنیم. برای اول یک برنامه اکسس رو یعنی پرونده اکسس رو میسازیم. مایکروسافت اکسس بازه دان همین رو انتخاب میکنیم. خب در اینجا می نویسیم سنجش نویسوندیم. همین گونه اشاره چه دارد و باز میتونیم که از منیو پوست وارد شویم. خب از همه برنامه ها خیلی که میدونیم این با برنامه های آفیسی داخل می شود. از برنامه که ما نصب کرده شدیم از مایکروسافت آفیس میتونیم این رو انتخاب کنیم. خب با اکسس وارد می شویم. پرونده ای که نو ساخته این با اون خاطر رسم میکنیم. این درس یکمی است درباره برنامه مایکروسافت آفیس اکسس. اکسسی که در حاضر با شما پیشکش شده است این اکسسی 2016 می باشد. выключить содержимое. چون که میبینیم در اینجا یگون چیز وجود ندارد، یعنی این از اون شهادت میدهد که از ما یگون نمود وجود نداریم، یگون ساختار. اکسس چیست و برای چی استفاده برده میشود؟ حاضر من حرکت میکنم در مجموع این رو با شما فهمونم، یعنی فشرده کرده گپ رو زیاد نمیکنم. اکسس با زبان روسی بازه دانش و اینکه با تاجیکی چخل میگن منبع دوده ها ترجمه میکنند. خب اکسس با این برنامه ما میتونیم که هر گونه معلومات های گوناگون رو در اینجا جا کنیم. یعنی چخل که میدونیم ورد هست، اکسل هست و دیگر برنامه های هستند که اونها خصوصیاتی مخصوصی خود را دارد. پاورپوینت اکسس باشد چی خصوصیت دارد؟ این خصوصیت را زیر ما با شما دیده میبریم. خصوصیت اکسس در این است که در اینجا ما میتونیم همه آن معلومات هایی که در اکسل و ورد هست آنها را یک جا کنیم. خب صورت گذاریم، فایل مانیم، یعنی فایل های گوناگون مانند ویدیو، اودیو، دیگر فایل ها رو ما میتونیم که در اکسس جا کنیم و پی دی اف و دیگرش رو در اینجا وارد کرده همچون ذخیره استفاده بریم. چون که شما میدونین در انبارخانه که پیشکی همه چیزها رو جمع میکنن و در وقتهای لازمه از داخل اون چیزها معلومات ها رو گرفته استفاده میبرند. خب برای همین ما سر میکنیم کارمون رو، با فایل وارد میشویم. از اینجا ما باید که سازیم. خب با سازده میگذاریم. در اینجا آورده استوده است پوسته база данных рабочего стола. واس هست пользовательское веб-приложение. با ما این در کار نیست. وب کشی در که و اینترنت میشود و همین پوسته bаза данных یعنی bаза данных خالی با ما در کار است میگیم. در اینجا میگوید که این یا فایل نام فایل رو انتخاب کنید، یا اینکه میتونیم که خودمون چیکار کنیم نام فایل رو سازیم. عادتا در اینجا داتابیس نویسنده شده است، یعنی منبع داده ها. یک ما این را قبول میکنیم. چخیلی که میبینیم در اینجا علاقه جدول های ما پیدا شدند. خب با اصول های گوناگون در اینجا میبینید که بعضی حالت ها با کار در آورده شد و باز ما با آنها با شما کمتر گفتگو میکنیم، اینها رو میفهمونیم. در اینجا چخیلی که میبینید تبلیت یعنی صحیفه هست که بعد آنها رو با شما میفهمونیم. خب بند فایل در اینجا با اونان همان دیگراشون چیزهایی هستند که ما از اینها استفاده برده میتونیم، یعنی سویدن معلومات ساختن ادگرید کشودن معلومات رو میکشیم. یا داتابیس که پیشتر هست اونها رو ما چکار میکنیم میکشیم. خب بعدا سخنرانی همین رو ثبت کردن یعنی سخنرانیش میکنیم. خب دیگر امکانیت هایی که در اینجا هست. خب من اکنون با اینجا نگاه میکنیم. رژیم ها هست که رژیم تبلیتی، رژیم کانسترکتور. اینها را در درس های آینده با شما باز خوبتر میفهمونیم. حاضر در عموم با شما گفته گذاریم. همون گذاشتن
دیگر با الفبای جابجا کردن چخیلی که میبینید همه اینها هم در اینجا آورده شده است. کالیبر و دیگر ستکه ها خب آورده شده است. کمتر از دیگر برنامه هایی که بود فرقیت دارد. خب در اینجا کار با تابلیت یعنی کار با جدول ها آورده شدگی هستند که همه گونه جدولی که در اینجا استفاده برده میشه، چی ارچوید باشه چی کانسترکتور یعنی ساختن حسابات ها باشد یا که حسابات خالی، از اینجا استفاده میبریم. و نشنیدن معلومات های بیرونه بگیم هم میشود. با اصول های گوناگون ما میتونیم که استفاده بریم. خب معلومات تکستی، XML فایل و دیگر فایل هایی که هست، اکسل و خود در اینجا خودش هست، خودتون میبینیم بعدا. کار با بعض دانه در اینجا فشرده کنی و دیگر. اگر کسی که با چی بگیم ویژوال بیسیک سر کار داشته باشد میتوند که از اینجا استفاده برده ویژوال بیسیک رو با کار درآورد و کد نویسی خود رو اجرا کند. و بپانید ماکروس، استفاده برای ماکروس رو در اینجا میگوید ارخیواریوس، همین ساختن ارخیو و دیگر چیزها. خب پولیا، در پولیا علاقه ما کار با خودی جدول هایی که در اینجا هست انمون ها را در نظر دارد که ما میتونیم استفاده بریم. و بعدا چیزهای دنجنی چخل که در اکسل بود بسیارتری اونها را بعد از اکسل شما دانید. جدول، خاصیت تابلیت تا وقتی دیگرگونی کردن تا وقتی نابود کردن یعنی اودالینیا، فاصله استفاده بعدی گذاشتن، بعدی از نسازی کردن، بعدی اودالیت کردن. خب این خیلی که باشه شما لکه کم بیش شناس شدین. در اینجا چیست؟ در جدول با این طرف نگاه میکنیم. تابلیت یک جدول یک میمون ما در این جدول چی رو انتخاب میکنیم و چی رو انتخاب کرده نمیتونیم. خب اینجا رو پخش میکنیم برای علاوه کردن. چخیلی که میبینید اول ستاره چه مونده شده است، بعدا تحت رقم کد. در اینجا دایمو یعنی استورچیگ مونده میشود. استورچیگ این ایدنتیفیکاتور هم بگیم میشود که برای ساختنی همین بازه دانش، هر یک بازه دانش ایدنتیفیکاتورهای خود را دارد که اون تغییر نمییابد. خب در اینجا مثال میگیم نامی اون چیز رو می نویسونیم. مثال روی خطی کتاب ها یا اینکه نامی کتاب می نویسونیم. نامی کتاب. بعد از آن ما میتونیم در اینجا باز نویسونیم که چی؟ خب نامی کتاب که آمد این علاقه یکم میشود، ترتیب رقم خودش مونده میشود پول میدان یک. در اینجا ما می نویسونیم که خب سالی براریش کتاب، سالی براریش کتاب. خب باز یک تای دیگر گذاشته ما میتونیم نویسونیم که موضوع کتاب، موضوع کتاب. یا اینکه خب موضوع کتاب کی باشد. همین گونه خلاص گپ ما جدول ها رو گذاشته می رویم و در اینجا باشد خب رسمی کتاب، رسمی کتاب. الان خیلی مونده میگذاریم. چون که میبینید در اینجا علاقه حساب کرده است که کدام و چند تا چی داریم. همین خاصیت ها میدان چه ها رو داریم. اینو کلانتر میکنیم. نامی کتاب رو خب سالی براریش کتاب رو نیست اینو میده تر هم کنیم میشود. با سببی که در سالی براریش ما فقط سال ها رو می نویسونیم. خب با همین درس یکمی ما با شناسایی خودی برنامه اکسس به انجام میرسد. در درس های آینده طرز استفاده برای آن را و با طرز های درستتر با کدام اصول ها میتونیم استفاده بریم با شما گفته میگذاریم.
خب با این باشد تو درس‌های دیگر شما میتوانید گفتگو کنید درباره این یگان معلوماتی نو با خودتون الهاتا خودتون دستگیری کنید. سلامت باشید.